برعکس سالهای پیش حضور خریداران در بازارهای ولایتی ختلان در ماه رمضان کمتر به نظر می رسد. تاجران میگویند از یک طرف احتیاط مردم از ویروس همگیر باشد، گرانی نرخ و نوا عامل دیگری کم شدن گردش سودا شده است. نظر بیشتر از سودا نرخ نوا هرچند حاصل نوی برخی از محصولات کشاورزی علاکه وارد بازار شده است، ولی نرخ‌ها در مقایسه با سال پیش فرق زیاد دارد. کارتوشکا در بازارهای این ولایت کشاورزی تا 8 سومانی، سبزی تا 2 سومانی و پیاز تا 3 سومانی نرخ دارد. بعضی خریداران میگویند این نرخ‌ها نسبت به دیگر منطقه‌ها ارزان است. می‌داریم که ما ساکنان ناحیه که چونین یعنی که نرخ و نوا تو یعنی که همیشه تو همین آخر ماه رمضان که بعد از این همیشه یعنی که دوام میکنه. یک ماه نفقه نعمت دولتوف به یک خلطه ارد و 5 کیلو کارتوشکا میرسد. دیگر محصولات ضروری را مجبور است یا قرض کند یا منتظر کمک فرزندان بماند. چی می‌خری؟ کارتوشکا می‌خری، پیاز می‌خری؟ ما در چادر روغن سنوسته می‌خری، دیگه چی می‌خری؟ گوشت خرید نکنی. ساکنان میگویند دسترخوان رمضانیشان زیاد رنگارنگ نیست. نرخ گوشت که سالهای پیش در رمضان زیاد خبرساز میشد کم اهمیت شده است. حالا هر کیلوی آن را تا 55 سومانی میفروشند. فروشنده ها منتظرند با گرم شدن هوا نرخ گوشت گوسفند در ولایت پایین می آید. ما ممکن روزی هوا با گرمیش لیست تغییر افتادنش 50 سومن هم شود. ممکن خداوند حرکت میکنیم یک تن انسان خرید حرکت اگه خیر خدای مدگیش خاطی یا سوم امیده کرده سودا کرده است. مسئولان بازارها نرخ محصولات را از خرج و صرف پرورش آن وابسته می‌دانند. در عید ماه شریف رمضان ما همه نرخ حاضرش به در جایش ما میتونیم که نرخ نبردارند سوداگران همش تحت نظارت است. ماه رمضان امسال در تاجیکستان به وقت راست آمد که واردات محصولات از خارج کاهش یافته مردم را ترس کمبود غذا در پس منظر کرونا ویروس فرا گرفته است.